سلام دوستان، به کانال آینده روشن خوش آمدید. امروز ما با شما ادامه می‌دهیم آموزش عباره‌های ضروری زبان روسی را. درس دوم. دوستان عزیز، چنانچه در درس گذشته گفتیم، در موضوع عباره‌های ضروری زبان روسی ما 50 درس به شما پیشکش خواهیم کرد و این درس دوم ما باشد. دوستان عزیز، به خاطری که شما هر چه زودتر با زبان روسی صحبت کردن را شروع کنید، باید درس‌های ما را با دقت نگاه کرده و جمله‌هایی را که برای شما پیشکش کرده می شود حفظ نمایید. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، موضوع درس امروزه ما خیر و معذور می باشد. Прощание. До свидания. خیر، تا بازدید. Спокойной ночи. شب خوش. Будьте здоровы. سلامت باشید. До завтра. تا پگاه. До новой встречи. تا واخره آینده. Счастливого пути. سفر به خطر یا اینکه راهی سفید. Прощайте. خوش باشید. Пишите по приезду. برابر رسیدن نامه نویسید. Звоните по приезду. برابر رسیدن تلفن کنید. Ладно, хорошо. خیر، مایلش. Хорошо, договорились? خوب، عهد همین ها؟ Договорились. عهد همین. Не забудете? از خاطر نمی برارید. Не забудь. از خاطر نبرار. Постараюсь. کوشش خواهم کرد. Мы еще встретимся. ما باز وا میخوریم. Приятно было с вами познакомиться. از شناسایی با شما شادم. دوستان عزیز، از تماشا کردن شما منت داریم. برای از درس‌های بعدی ما با خبر شدن به کانال ما ابونه شوید و زنگولچه را زر کنید. تا دیدار.